بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه انتا فردای متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. در دعا رو بی‌نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما قرار گرفت و به همراه شما گرامیان در درس دیگر از درس‌های شرح معانی آیات سوره مبارکه البقره گرد هم بیاییم برای آشنایی بیشتر با آیاتی دیگر از این سوره عظیم. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 176 از این سوره رو پیش رفتیم و در این برنامه هم به آیه دیگری از این سوره خواهیم پرداخت. آیه 177 از این سوره که آیه بسیار عظیم است و آیه بسیار عجیب است. آیه‌ای که به نام آیه بر معروف است. آیه بر، آیت البر، آیه 177 سوره مبارکه بقره به نام بر معروف است که این نام از خود لفظ اول این آیه گرفته شده است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این آیه از جمله آیاتی است که برخی از مفسرین این آیه رو خلاصه دین نامیدند و مفاهیم بسیار والایی رو در خود جای داده است و بسیاری از مفسرین بر این باور هستند. حقیقت هم این گونه است که اگر همین آیه رو انسان به تنهایی در زندگی خود بیاورد و اجرا بکنه، اگر جامعه اسلامی و جامعه انسانی به صورت عموم این آیه رو در زندگی تطبیق بدهند، سعادت و خوشبختی زمین رو فرا خواهد گرفت. این آیه بسیار عظیمی است که خلاصه احکام بسیار مهمی رو در دین در بر گرفته و در خود جای داده است. در بحث اعتقاد اصول اعتقادی رو برای ما ذکر کرده و همچنین در عبادات اصول عبادی رو برای ما ذکر کرده و در اخلاق اصول اخلاقی رو برای ما ذکر کرده است. خلاصه است، کل جزئیات دین نیست و کل مسائل اعتقادی و کل مسائل عبادی و کل مسائل اخلاقی نیست، اما خلاصه و مهمترین موارد اصول اعتقاد، اصول عبادات و اصول اخلاق رو در خود جای داده است. آیه است که بسیار آیه عظیمی است و می‌تواند که درباره این آیه آنگونه‌ای که شایسته این آیه است وقت بگذاریم و صحبت بکنیم. علامه تا در این آیه می‌فهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آیه نسبتاً طولانی هم هست. در ابتدای آیه قبل از اینکه به آیه بپردازیم شأن نزولی رو هم درباره این آیه مفسرین آوردن که ذکر کردن وقتی قبله تغییر کرد از ابتدای جزء دوم در آیه 142 از این سوره کلمه طرف همون سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها و با این آیه موضوع تغییر قبله آغاز شده. به تفصیل مفصلا در این باره صحبت کردیم در آیات 142 به بعد. وقتی قبله از مسجد الاقصی در سرزمین شام و سرزمین مبارک فلسطین
در قدس شریف تغییر کرد به سمت مسجد الحرام در مکه مکرمه و به سوی خانه کعبه تغییر مسیر یافت، یهودیان و اهل کتاب به صورت عموم اینو گفتن که چی شد که قبله اینا تغییر کرد و چرا اینها قبله خود رو تغییر دادن و قبله‌ای که قبله انبیاء گذشته بود، قبله موسی علیه السلام، قبله عیسی علیه السلام، قبله داوود و سلیمان علیهم السلام، چطور می شود که پیامبرانی به سوی این قبله بودند و اینها قبله رو تغییر داد؟ از طرفی مسلمانان هم صحبت از این داشتن که قبله حقیقی قبله ابراهیم علیه السلام است که در مکه است، بیت الله الحرام، کعبه، که این قبله رو ابراهیم علیه السلام داشته است، فرزندشان اسماعیل داشته است و ابوالانبیا است. ابراهیم علیه السلام و قبل از پیامبران بنی اسرائیل بوده است، قبل از موسی و عیسی علیهم السلام بوده است و قبله حقیقی همون قبله است. قبله اصلی کعبه است و مکه است و هر کسی که می‌خواهد رستگار بشود باید به آن سو رو بکند. یهودیان میگفتن اگر قبله این طرف است پس اون انبیایی که به سمت قدس بودن اونها چه میشود عبادت‌های اونها، و این شبهه رو مطرح میکرد. الله متعال برای حل این موضوع خب یک شبهه مطرح شده الان. برخی از انبیا به سوی قدس بوده قبله اونها، برخی از انبیا به سوی کعبه بوده است، من جمله ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و رسول الله علیه السلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و این دو دستگی که ایجاد شد یک شبهه رو مطرح کردن، گفتن که خب نمی شود که بگیم که این انبیا یا اون انبیا یکی از اون دوتا بر باطل بودن و راه نادرستی بودن. الله متعال در ابتدای این آیه این موضوع رو پاسخ می دهد که موضوع قبله جزء اصول دینی نبوده است، نه جزء اصول اعتقادی بوده است، نه جزء اصول عبادی بوده است. این جزء مسائلی بوده که تابع شریعت هر پیامبری بوده است و مواردی بوده که قابل تغییر بوده است و جزء اصولی نبوده است که تغییر ناپذیر بوده باشد. و در بین انبیای الهی قبله احیانا اون طرف بوده و قبله احیانا این طرف آمده است. اصول اینها نیستن. اصول این نیست که شما تمام رستگاری و نیک بودن و تقوا و پرهیزکاری رو فقط خلاصه بکنید در روی کردن به یک جهت خاص. بگید نه، خلاصه بحث این است که هر کسی به این سمت بود درست است، هر کسی که این سمت بود دیگر درست نیست. یعنی در اون زمان خودشون قبله وقتی مسجد الاقصی بوده به اون طرف بوده، هر کسی به اون سمت عبادت کرده، بر این شرایطی که الله متعال می‌فرماید عبادت او قبول است. و از اینجا بعد هر کسی به سمت مسجد الحرام با این شرایط عبادت بکند عبادت او قبول است. الله متعال می‌فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر، نیکی، این نیست که فقط شما تولوا وجوهکم بگردانید صورت خود رو قبل المشرق والمغرب، به سمت، به جهت قبله، جهت از قبله گرفته میشه، جهت مشرق یا مغرب. اینجا چون مشرق و مغرب معروف ترین جهت ها هستن، الله متعال این دو رو ذکر کرده. این نیست که تنها نیکی این نیست که شما رو به شرق بکنید یا رو به غرب بکنید، این قبله شما این طرف باشه، قبله شما اون طرف باشه، قبله مسجد الحرام باشه، قبله مسجد الاقصی باشه، که شما سر این موضوع با هم اختلاف بکنید که انبیایی که به سمت مسجد الاقصی بودن چی میشه، انبیایی که به سمت مسجد الحرام بودن چی میشه. این جزء اصول عبادی نبوده است، این جزء فروعات است. لیس البر، بر، این آیه به نام آیه بر معروف است که از این کلمه گرفته شده است. البر با کسره با و البر به معنای بر، بر هم با بر یک معنا داره، البر یا البر. بر در لغت مقابل بحر است، بحر و بر. البر یا بر هر دو یک معنی است، بر و بر. بر نقطه مقابل بحر است، یعنی خشکی، بحر این دریا، بر یعنی خشکی. و یعلم ما فی البر والبحر. الله متعال میفهمد، الله متعال میداند آنچه که در خشکی است و آنچه که در دریاست. در لغت بر نقطه مقابل
بحر است یعنی خشکی و به معنای وسعت یک مکان است، یک سرزمین وسیع، یک منطقه بسیار وسیع در لغت می شود بر هم که برگرفته از بر است به معنای وسعت در کار خیر است، یعنی که انسان یک کار خیر رو، دامنه خیر گسترده‌ای رو انجام بده. دامنه گسترده‌ای از خیر رو وقتی انجام میدهد در لغت بهش میگوین بر الوالدین، یعنی مثلا وقتی میگیم بر الوالدین یعنی که انسان در احسان به والدین خود بسیار دایره احسان خود رو گسترده بکنه، حد وسیعی از احسان رو نسبت به والدین خود داشته باشه و تا میتونه به اونها خدمت بکنه و لطف بکنه و احسان بکنه. بر در لغت به معنای وسعت کار خیر است در لغت و در اصطلاح الله تعالی در همین سوره مبارکه بقره در آیه 189 هم بر رو باز تقوا برای ما معرفی میکند. ولکن البر من اتقا. بر معنی فارسی ما میگیم نیکی. نیکی همان تقواست. الله تعالی میفهمد نیکی همان تقواست. به تعبیر دیگر بر یعنی تقوا، یعنی نیکوکاری. الله تعالی میفهمد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیک بودن، متقی بودن، پاک بودن و کار خیر انجام دادن فقط خلاصه نمیشه به این که انسان رو به این طرف بکند یا رو به آن طرف بکند. صرف این که انسان رو به قبله کرده در سمت مسجد الاقصی یا مسجد الحرام این کافی نیست. صرف رو کردن به یک سمتی کافی نیست. شما باید در اصول اعتقاد، در اصول عبادت، در اصول اخلاقتون پایبند با آن چیزی باشید که الله تعالی به شما فرموده است. نه اینکه در یک فرعی فقط رو کردید به این طرف میگید خب چون ما رو کردیم این طرف پس کار ما درست است، شما رو کردید به آن طرف کار شما نادرست است. نه، هر کسی بر اساس اصول اعتقاد، اصول عبادات و اصول اخلاقی که الله متعال در رسالت انبیای الهی قرار داده بوده است از ابتدا تا انتها پیش رفت، او شایسته تقدیر است، او متقی است، او صادق است در رفتارش. در پایان این آیه میفهمد اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینها کسانی هستند که در ادعای خود صادقند که ما راه رو درست رفتیم. اینها هم متقیان هستند، کسانی که این صفاتی رو که در این آیه میاد که 17 صفت است، 17 صفت رو الله تعالی ذکر میکنه. هر کسی که این 17 صفت رو داره و پایبند است و این 17 صفت رو در زندگی خود آورده، در اصول اخلاق، در اصول عبادات، در اصول اعتقادات که ابتدای همه ذکر میشود، این انسان موفق است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکوکاری تنها منحصر به این نیست که شما رو به شرق بکنید یا غرب بکنید. ولکن البر، اما حقیقت بر، نیکوکاری، تقوا، وسعت خیر این هست که شما من آمن بالله، حقیقت بر رو کسی درک کرده است. متقی حقیقی کسی است کسی در مسیر خیر از دیگران پیشی گرفته و بسیار کار خیر انجام میدهد که این صفات در وجود او باشد. یک، در اعتقاد. اینجا الان بخش اول آیه صحبت از اصول اعتقادی میکنه. اول باید اعتقادش درست باشد، اولین قدم. ولکن البر من آمن، کسی که ایمان آورده است، باور دارد، قبول کرده است، پذیرفته است، این اعتقاد اوست. اعتقاد دارد بر الله متعال. من آمن بالله والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین. 5 تا رو ذکر میفهمد. ایمان به الله، ایمان به روز آخرت، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی و ایمان به پیامبران الهی. این قسمت اول آیه بحث اعتقادی است. اصول اعتقاد، ارکان ایمان رو الله متعال اینجا برای ما 5 تا از اونها رو ذکر میکنه. در حدیث معروفی به نام حدیث جبریل علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانشان روزی در مسجد النبی نشسته بودند. آنجا نشسته بودند و راویان حدیث که چند نفر از صحابه هستند میفرمایند که یک نفری بر ما داخل شد. ما نشسته بودیم در محضر رسول الله علیه السلام در داخل مسجد. فردی بر ما داخل شد که لباسهای سفید بسیار تمیز و مرتبی به تن داشت. موهای بسیار سیاه و شسته و مرتبی به سر داشت.
لباس بسیار سفید مرتب، به تعبیر امروزی ما شما اتو شده، موهای قشنگ تمیز شسته شده، شانه کشیده شده، برق میزنه. نه اثری از سفر در وجود او بود و نه کسی از ما او را می شناخت. ابتدای حکایت از همینجا یک حکایت عجیبی است. یک داستان عجیبی رو صحابه با او روبرو هستند. یک فردی داخل شده که هیچ کسی او رو نمی شناسد. مدینه اونقدر شهر بزرگی نبود دیگه، مدینه که همدیگر رو نشناسن، هیچ کدوم از صحابه یک فردی وارد بشه و او رو نشناسن. حالا اگر یکی دو نفر نمیشناختن بقیه میشناختن، یا اگر نصف جمعیت نمیشناخت نصف دیگه میشناختنش. هیچ کسی از ما او رو نمیشناسد. شهر کوچکی بود مدینه. جمعیت مسلمانان همونقدر زیاد نبود. مسجد النبی فعلی هسته مرکزی شهر مدینه بوده است در زمان رسول الله علیه السلام. و قبایل اطراف هم بخش‌های زندگی می‌کردند، طایفه‌های مختلف، اما اون هسته مرکزی، قسمت اصلی شهر مسجد النبی بوده است. هیچ کسی این انسان زیباروی، خوش لباس، خوش تیپ رو نمی‌شناسد. خب شاید مسافری باشه. مسافر هم نیست. عجیبش این است نه کسی میشناسه نه مسافر است. از کجا فهمیدن مسافر نیست؟ از اینجایی فهمیدن مسافر نیست که میهمان هیچ کدام از اهالی مدینه نبوده است. میهمان کسی نبوده که خب خونه او رفته باشه و فلانی بگه خب میهمان من از خانه من آمده، من آوردمش، ایشون میهمان من است. و خب داخل خانه او لباساشو مرتب کرده باشه، سر صورتشو مرتب کرده باشه، آمده باشه. این چیز طبیعی است. میهمان هیچ کدام نبوده است. هیچ کدام از آنها میزبان این شخص نیست. ولا یرا علیه اثر السفر. فرمودن که ما اثر سفر رو هم بر اون نمیدیدیم. قدیما خب سفر وقتی میرفتن با شتری، با اسبی، با سواری دیگری که بود در بیابانها، اون هم در سرزمین حجاز کرده متعال بر عزتش بیفزاید. در اون سرزمین ها خاک بود و غبار بود و آفتاب بود و دیگه لباس وقتی که طرف سفر میکرد 2 هفته 3 هفته 20 روز 1 ماه بین مکه تا مدینه، حداقل 2 هفته در مسیر بود. در این مسیر لباس خاک آلود میشد، غبار آلود میشد، سر و صورت غبار آلود میشد و به همین خاطر در این سرزمین های عرب عادتا مردها میبینید که روسری هایی هم پارچه های روی سر خود میگذارن جلوی گرد و غبار رو بگیره، جلوی گرما رو بگیره. این انسان هیچ اثری از سفر در لباساش نیست. لباسای شسته رفته مرتب، گویی که داخل شهر مدینه از خانه بیرون شده و هیچ کسی هم رو نمیشناسه، نه خانه‌ای داره نه میهمان کسی بوده است. از همین ابتدا تعجب همه رو در بر گرفته. این کیست که ما نه او رو میشناسیم، نه میهمان ما بوده، نه سفر آمده؟ از کجا آمده؟ آمد و نشست. زانو به زانو به رسول الله علیه السلام زانو زد. در پیش رسول الله علیه السلام رسول الله 2 زانو نشستن، ایشان محمد 2 زانو نشست، زانوهای خود رو چسبان به زانوهای رسول الله علیه السلام. یعنی انقدر نزدیک نشست و سوال پرسید و شروع کرد به سوال پرسیدن و گفت که یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من ایمان چیست؟ سوال کرد. رسول الله علیه السلام در پاسخ به سوال ایشان فرمود که ایمان این هست ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر شره و خیره. ایمان این است که به این 6 مورد ایمان داشته باشی. ایمان داشته باشی به الله متعال، ایمان داشته باشی به ملائکه الله متعال، ایمان داشته باشی به کتاب‌های آسمانی، ایمان داشته باشی به پیامبران الهی، ایمان داشته باشی به روز آخرت و ایمان داشته باشی به قضا و قدر الهی. ایمان به قضا و قدر الهی داشته باشی. 6 رکن ایمان: ایمان به الله، ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی، روز آخرت و قضا و قدر الهی. این سوال رو پرسید، رسول الله علیه السلام جواب داد. ایشون در پاسخ فرمود که صدقت، راست گفتی. صحابه میفرمایند ما تعجب کردیم از این پاسخش. خودش سوال میکنه، رسول الله وقتی جواب میده باز میگه راست گفتی. شما اگر جواب سوال رو بلدی چرا میپرسی؟ و شما کی هستی که وقتی رسول الله جواب میده میگه راست گفتی؟ رسول الله میگه راست گفتی. این تعجب همچنان بیشتر و بیشتر میشه. سوال بعدی رو پرسید که محمد، مل اسلام،
اسلام چیست؟ رسول الله علیه السلام فرمود که شهادت لا اله الا الله، خواندن نماز و ادا کردن زکات برای کسی که واجب است بود و همچنین گرفتن روزه ماه مبارک رمضان و ادای حج برای کسی که بر او واجب است و میتواند به حج برود. 5 رکن اسلام: شهادت لا اله الا الله، نماز، زکات، روزه، حج. اعمال و عبادت‌های عملی. ارکان ایمان عبادت‌های قلبی است. وقتی ایمان رو رسول الله علیه السلام معرفی کرد، عبادت‌هایی است که در قلب است، باوری که در قلب است. ما نمی‌بینیم کسی ایمان به الله داشته باشه، به ملائکه، به کتاب‌های آسمانی، به روز آخرت، به قضا و قدر الهی، پیامبران الهی. اینها مواردی هستند که عبادت‌های قلبی هستند، داخل قلبند، باور درونی هستند. عبادت‌های ظاهری رو به معنای اسلام معرفی کرد رسول الله علیه السلام. فرمود که ایمان، اسلام این است که شما شهادتین بخوانی با زبان، همه عبادت‌های اینا عبادت‌های عملی است. با زبان بگوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسول، و نماز بخوانی و روزه بگیری و زکات، نماز بخوانی و زکات پرداخت کنی و روزه بگیری و حج انجام دهی. باز گفت که صدقت، راست گفتی. و تعجب کردن صحابه. باز سوال سوم رو پرسید: مل احسان، احسان چیست؟ احسان چیست؟ رسول الله علیه السلام پرسید، فرمودند که احسان این است ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان این است، معنای احسان که الله متعال رو به گونه عبادت بکنی، به شکلی عبادت بکنی که گویی تو او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی یقینا او تو را میبیند. فرمود صدقت. 3 تا تعبیر و اصطلاح: اول ایمان، اسلام، احسان. هر 3 رو پرسید. در حدیث دیگری اسلام رو اول پرسید، بعد ایمان رو، بعد احسان رو، و بعد از اون دوباره درباره قیامت پرسید که چه موقع برگزار می شود، قیامت برپا می شود، چه وقت؟ رسول الله علیه السلام فرمود که مل المسئول بعلم من السائل. کسی که سوال پرسیده شده است از کسی که سوال می کند در این مورد که چه موقع قیامت برپا می شود آگاه تر نیست. و بعد فرمود که قیامت چه نشانه هایی دارد و در ادامه حدیث طویل و طولانی است، رسول الله علیه السلام برخی از نشانه های قیامت رو ذکر فرمود و فرمود صدقت، و بلند شد و رفت. وقتی که ایشون خارج شد از مسجد، رسول الله علیه السلام خطاب به صحابه فرمودند که یا صحابه من، یاران من، آیا دانستید که او که بود؟ گفتند که الله و رسولش آگاه ترند یا رسول الله. فرمود که او جبرائیل بود، آمده بود تا به شما دینتان را یاد بدهد. عمر رضی الله عنه می‌فرماید که من سریعا خارج شدم پشت سر او، شاید که او رو در خیابان‌های مدینه ببینم و با او سلام علیکی داشته باشم، و دیدیم که سریع رفته است. این حدیث جبریل علیه السلام معروف است، حدیث جبریل. و در این حدیث 3 موضوع مهمه: ایمان، اسلام و احسان رو که درجات مختلفی هستند ذکر می‌فرماید. و وقتی که ایمان و اسلام با هم ذکر میشه، ایمان به عبادت‌های قلبی به عبادت‌های قلبی اطلاق می‌شود و اسلام به عبادت‌های ظاهری. وقتی که ایمان و اسلام با هم یک جا بیاید، ایمان به معنای عبادت‌های قلبی است و باور و اعتقاد است و اسلام به معنای عبادت‌های ظاهری است. وقتی جدا می‌آیند از هم، هر دو معنی همدیگر رو دارند. وقتی اسلام به تنهایی بیاید، معنی ایمان رو هم در خود دارد، و وقتی که ایمان به تنهایی بیاید، معنی اسلام رو هم در خود دارد. و به همین خاطر علما میگن اذا تفرقا اجتمع و اذا اجتمع تفرقا. وقتی که جمع بشوند معنیشون فرق میکنه، وقتی که جدا ذکر بشوند هر دو تا یک معنی میدهند، هر دو معنی رو در هم جمع میشوند و با هم دارند. این آیه دقیقاً خلاصه است مثل همون حدیث جبریل علیه السلام. اینجا اصول اعتقادی رو داره، بحث ایمان رو داره، بحث اسلام رو داره و بحث احسان رو داره. در این آیه هم هر 3 مورد ذکر شده، هم بحث ایمان، هم بحث اسلام و هم بحث احسان. درجاتی که یک انسان
اون رو طی میکنه برای رسیدن به الله متعال و یک مؤمن و یک متقی با نیاز داره. ولکن البر من آمن بالله، اصول ایمان که در حدیث جبریل هم ذکر شده 6 مورد هستند، 6 رکن ایمان ما داریم و در آیات مختلف قرآن کریم هم بارها و بارها و بارها ذکر شده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. مثلا در آیه 285 در همین سوره مبارکه بقره در پایان سوره آمن الرسول میاد و اونجا ذکر میشه و آیات مختلف دیگری که به ما این موضوع رو ثابت میکنه که ایمان باید به این موارد باشه. من آمن بالله، ایمان بر الله متعال. ایمان بر الله متعال یعنی یک مؤمنی چگونه باید ایمان داشته باشه بر الله متعال؟ ایمان بر الله متعال یعنی چی؟ من چطور بر الله متعال ایمان داشته باشم؟ ایمان بر الله معناش چی است؟ از خلال آیات مختلف قرآن کریم که در سوره های مختلف ذکر شده، وقتی که ما همه این آیات رو کنار هم جمع میکنیم میبینیم که یک انسان مؤمن باید نسبت به الله متعال چنین اعتقاد و باوری داشته باشد که اولا تنها ذاتی که خالق آسمان ها و زمین است و مدیر و مدبر آسمان ها و زمین است و تنها ذاتی که به تمام مخلوقاتش اونها رو خلق کرده رسیدگی میکنه و اونها رو فراموش نکرده و رزق بر روزی میدهد و تمام امور اونها رو مرتب میکنه و اداره میکنه الله متعال است. این یک مورد. مورد اول آن چیزی که برخی از علما آمدن او رو به عنوان توحید ربوبیت مطرح کردن، یعنی اینکه در بحث رب بودن الله متعال الحمدلله رب العالمین، جاهایی که کلمه رب برای الله متعال استفاده شده یعنی ذاتی که خلق میکند و مخلوقات خود رو رشد میده و مخلوقات خود رو رسیدگی میکنه و نیازهای اونها رو به اونها میدهد و برطرف میکنه نیازهای اونها رو و تمام امور زندگی اونها رو اداره میکند، تمام مخلوقات خود رو از کوچکترین مخلوق تا عظیمترین مخلوقش. همه مخلوقات رو الله متعال به تنهایی خلق کرده و هیچ کسی در خلقت آسمان ها و زمین ذره‌ای با الله متعال شریک نبوده است. تنها خالق آسمان ها و زمین و مدیر و مدبر آسمان ها و زمین و صاحب اختیار آسمان ها و زمین و هر آنچه که در آنها است و اداره کننده آسمان ها و زمین الله متعال است. این بخش رو که قسمت اول ایمان بر الله متعال است حتی مشرکین مکه هم قبول داشتن. این نکته بحث ایمان بر الله متعال صرف این نیست که من بگم خب من قبول دارم که یک ذاتی هست آسمان ها و زمین رو خلق کرده و تمام، موضوع تمام شد. نه، ایمان بر الله متعال با آن تفاصیلی که در آیات مختلف قرآن کریم آمده است. اولا ایمان به این که تنها خالق آسمان ها و زمین، مالک آسمان ها و زمین، مدیر و مدبر آسمان ها و زمین و کسی که رسیدگی میکنه با آسمان ها و زمین و هر آنچه در آن است مخلوقات فقط الله متعال است. الله متعال درباره اعتقاد مشرکین مکه حتی ابو جهل، ابو لهب، کسانی که با رسول الله علیه الصلوة و السلام وارد نبرد و جنگ هم بودند میفرماید ولئن سألتهم، ای محمد مصطفی علیه الصلوة و السلام اگر از آنها بپرسی، از ابو جهل، از ابو لهب، من خلق السماوات والارض، کیست خالق آسمان ها و زمین؟ من خلق السماوات والارض لا یقولن، یک لام در ابتدای این تعبیر است، لا یقولن، یک نون تشدید در آخرش داریم، نون مشدد که 2 تا تاکید حساب میشه. این لام برای تاکید در ابتدا، نون تاکید در انتها که 2 تا تاکید است، با 3 تا تاکید که معنای قسم می آید. با 3 تاکید در الله متعال میفهمد اگر از اونها بپرسی، از ابو جهل، از ابو لهب، همین هایی که با تو می جنگن، همین هایی که مشرک هستن، همین هایی که الله متعال اونها رو کافر نامید، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کفار مکه، مشرکین مکه، اون کسانی که به نام بت پرست معروفن در مکه، همونها رو الله متعال میفهمد. اعتقاد آنها نسبت به ذات الله متعال این بوده که اگر از آنها بپرسی خالق آسمان ها و زمین کیست، حتما قطعا و یقینا خواهند گفت الله متعال. این موضوع بسیار مهمی است. بعضیا فکر میکنن که مشرک مکه، بت پرست مکه به نام بت پرست ها معروف شدن، الله متعال به عنوان خالق آسمان ها و زمین قبول نداشتن و فقط
همون بتی رو که تراشیده بودن فکر میکردن که این بت خالق آسمان و زمین است. نه کلا و حاشا، همچنین اعتقادی نداشتن. ابو جهل که قبل از اینکه رسول الله او را ابو جهل بنامد، پدر نادانی، لقبش بود ابوالحکم، پدر دانش، و بسیار انسان زیرکی بوده است، انسان شجاعی بوده است، انسان ثروتمندی بوده است. انقدر احمق و نادان نبود که بتی رو بتراشه با دست خودش از یک سنگ و بعد بگه که این بت خدای من است و او رو عبادت بکنه. نه، همچین فلسفی نداشتن مشرکین مکه. اون مجسمه هایی که اونجا کنار کعبه بود، من جمله مجسمه اسماعیل علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و مجسمه لات و هبل و عزا و دیگر بت‌هایی که معروف بود در جزیره العرب و منات، اینها بر این باور بودند که این مجسمه هایی که به نام اولیای الله متعال ساخته شده، روح آنها میاد داخل این مجسمه حلول میکنه. ما وقتی میرویم پیش اینها میگیم یا لات یا منات یا عزا یا اسماعیل یا ابراهیم ادرکنی، ما را دریاب، روح این بزرگواران می آید، صدای ما را می شنود و می رود پیش الله متعال شفاعت ما را میکنه. در آیه 18 سوره مبارکه یونس الله متعال میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکردن غیر الله متعال رو، کسانی رو عبادت میکردن که نه ضرری میتوانستن از اینها دفع بکنن و نمیتوانستن سودی به اینها برسانن. نه ضرری برای اینها داشتن نه سودی برای اینها داشتن، نمیتونستن ضرر رو دفع کنن، نمیتونستن سودی برسانن. وقتی اعتراض میشد با آنها میگفتن چرا، وقتی به آنها گفته میشد چرا این کارو میکنید، چرا عبادت میکنید در برابر اینها، میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو نزد الله متعال میکنن، روح اینها میرود پیش الله متعال و شفاعت ما رو میکنه. الله متعال فرمود قل تنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آیا الله متعال رو از چیزی آگاه میکنید که در علم خود نه در آسمان ها و نه در زمین سراغ ندارد. سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک و منزه است از آنچه شما شریک او قرار میدهید. مشرکین مکه الله متعال رو به عنوان خالق آسمان ها و زمین قبول داشتند، بلکه به عنوان مدیر و مدبر آسمان ها و زمین هم قبول داشتند. در آیه 31 سوره مبارکه یونس الله متعال میفرماید قل، بپرس، بگو به اونها ای پیامبر من یرزقکم من السماء والارض، کیست که روزی میدهد شما را از آسمان و زمین، از آسمان و در زمین، کیه که شما را روزی میدهد؟ اما یملک السمع والابصار، کی مالک بینایی و شنوایی شماست؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کیست که زنده ای رو از مرده ای بیرون میکنه به مانند جوجه ای از تخم مرغ مرده ای، و کیست که مرده ای رو از زنده ای بیرون میکنه به مانند تخم مرغ مرده ای یا شکم مرغ زنده ای. یا در یک تفسیر دیگر انسان کافری رو از انسان موحدی به دنیا می آورد به مانند کنعان از نوح علیه السلام، یا انسان موحد رو از کافری به دنیا می آورد به مانند ابراهیم علیه السلام و پدرش آزر کافر. و من یدبر الامر، و کیست که تدبیر امور آسمان ها و زمین رو به عهده دارد؟ فسیقولون الله، پس خواهند گفت الله. فقل افلا تتقون، پس چرا شما تقوی الهی رو پیشه نمی‌کنید؟ ایمان بر الله متعال، این قسمت از ایمان رو که خالق آسمان ها و زمین، مدیر مدبر آسمان ها و زمین و همه کاری عالم الله متعال است، این رو ابو جهل و ابو لهب هم قبول داشتن، با این موضوع مشکلی نداشتن، این رو قبول داشتن، قرآن میفهمد قبول داشتن به استناد آیاتی که بخشی از اون رو خدمت شما تلاوت کردم. خب مشکل اینها در چی بود؟ مشکل اینها در این بود که فکر میکردن الله متعال و برخی از مخلوقات خود که اولیای او بودند و برخی از اولیای الله متعال، انبیای الهی، برخی از ملائکه حتی اختیاراتی داده است که اونها در ملک و پادشاهی بعد متعال شریکند. بعضی جاها مثلا بیماری را، شفای بیماری ها رو، فرزند دادن رو، رزق و روزی دادن ها رو به اختیار برخی از اولیای خود سپرده است. اونها هم در این چیزها شریک کرده است و آنها هم می توانند کارهایی را انجام بدن. مخلوقات الله متعال رو در صفاتی بر الله متعال شریک می‌کردند، به همین خاطر برای اونها عبادت می‌کردند، نذر و نیاز می‌کردند. به همین خاطر بود که الله متعال در آیه گذشته، مثلا در آیات گذشته که بحث از حلال و حرام شد، در آیه 173 یکی از مواردی رو که حرام کرد
بعد از اینکه مرده رو حرام کرد، بعد از اینکه خون رو حرام کرد، بعد از اینکه گوشت خوک رو حرام کرد، فرمود و ما اهل لغیر به لغیر الله، و در آیت دیگر و ما اهل لغیر الله به، آن چیزی که نام غیر الله متعال بر او گرفته میشد و ذبح غیر الله میشد، نذر غیر الله میشد. به همین خاطر الله متعال عبادت غیر الله رو، عبادت مالی که برای غیر الله انجام میشد رو منع کرد و حرام اعلام نمود. حتی خوردن اون گوشت رو منع نمود و او رو حرام نمود. الله متعال برای ما از ایمان به الله متعال وقتی ما صحبت میکنیم، مرحله اول این است که ما الله متعال خالق آسمان ها و زمین و مدیر و مدبر و تنها ذاتی که آسمان ها و زمین را آفریده و هیچ کسی در این آفرینش با او شریک نبوده است. آیات فراوانی در این باب است. من اختصاراً بعضی‌ها رو ذکر میکنم. مثلا در سوره مبارکه احقاف الله متعال میفرماید قل ارائیتم ما تدعون من دون الله، بگو من نشان دهید کسانی رو که به غیر از الله متعال به فریاد میخوانید یا فلان مدد و یا فلان مدد میگویید، ارونی ماذا خلقوا من الارض، به من نشان دهید چه چیزی رو در زمین خلق کردن اینها، ام لهم شرک فی السماوات، یا اینها در آفرینش آسمان ها و زمین با الله متعال شریک بودن. ایتونی بکتاب من قبل هذا، یک کتابی بیاورید از کتاب‌های آسمانی که دلیلی در اون وجود داشته باشه برای این موضوع، او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا دلیل علمی محکم پسندی بیاورید اگر شما راست میگویید. و دلایل فراوانی در این باب وجود دارد. و موضوع دوم، موضوع این است که فقط الله متعال شایسته عبادت شدن است. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الله فقط ما تو را میپرستیم و فقط از تو استعانت میجوییم. این خلاصه دعوت تمام انبیای الهی بوده است که فقط چون الله متعال تنها ذاتی است که خالق آسمان ها و زمین است و مدیر و مدبر آسمان ها و زمین است و هیچ کسی در خلقت آسمان ها و زمین با او شریک نبوده، پس تنها ذاتی که شایسته عبادت است فقط اوست. عبادت های زبانی، عبادت های جانی، عبادت های مالی، هر نوع عبادت، از نذر و نیاز بگیرید، از ندا بگیرید، از دعا خواستن و حاجت خواستن بگیرید تا موارد دیگر، فقط الله متعال شایسته عبادت است. عبادت فقط برای الله متعال است. یعنی انسان فقط در برابر الله متعال با نهایت محبتی که به او دارد، با نهایت احساس عجز و درماندگی که پیش روی او دارد و نهایت امیدی که به او دارد و او را خالق همه چیز و مدیر و مدبر همه چیز می‌داند، دستورات او را انجام می‌دهد و اطاعت می‌کند به امید اجر و پاداش او. می‌شود عبادت. و هیچ کسی رو هم در صفات و الله متعال شریک نمی‌کند. یکی از موارد دیگری که الله متعال در آیات مختلف درباره معرفی خود برای ما بیان می‌فرماید، صفاتی است که معرفی می‌کند. شما صفحه‌ای رو در قرآن کریم نمی‌بینید که صفاتی از صفات الله متعال نباشه. الرحیم، الغفور، الودود، العلیم، الحکیم، الجبار، المتکبر و صفاتی که می‌بینیم در آیات مختلف قرآن کریم هست. العزیز، این همه صفاتی که ذکر می‌شود. السمیع، البصیر، کسی که تنها اوست که همه چیز را می‌بیند و همه چیز را می‌شنود. هیچ کسی با الله متعال در این صفات نباید شریک باشد. آن چیزی که برخی از علما به عنوان توحید اسما و صفات یاد می‌کنند. الله متعال در نام‌هایی که دارد هر نام متضمن یک صفتی است. در این صفات خاص الله متعال است. بسیاری از صفات الله متعال خاص الله متعال است. در برخی از صفات، برخی از انسان‌ها هم برخی صفاتی را الله متعال برای انسان‌ها استفاده کرده، مثل رحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، در باره رسول الله علیه السلام فرموده برای مؤمنان رؤوفا رحیما، رسول الله علیه السلام. اما صفات از خاص الله متعال است. الحی، کسی که همیشه زنده است. القیوم، الجبار، المتکبر، الرحمن، صفاتی است مثل عالم الغیب. الله متعال است فقط عالم الغیب است. هیچ کسی روی زمین عالم الغیب نیست. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. در 85 سوره که نم الله متعال فرمود بگو هیچ کسی در آسمان ها و زمین نیست که علم غیب مطلق داشته باشد به جز الله متعال. و ما یشعرون ایان یبعثون، کسانی رو که شما مدعی هستین علم غیب دارن از انبیا، از اولیا، اینا نمیدونن که چه وقتی از قبل برانگیخته خواهند شد. و آیات فراوان دیگری که نشان میدهد که هیچ کدام از اولیا، هیچ کدام از انبیا علم غیب ندارند و این صفات خاص الله متعال است. ایمان به الله متعال در چند بخش باید مد نظر باشد. ایمان به این که الله متعال در ربوبیتش، خالق بودن آسمان ها و زمین، مدیر مدبر آسمان ها و زمین و متصرف در آسمان ها و زمین شریکی ندارد. در عبادت هیچ کسی نباید با او شریک شود و در اسما و صفاتش هیچ کسی همتای او نیست. قل هو الله احد، الله الصمد. الله احد است، واحد احد است، نمونه دیگری ندارد. و الله متعال بی‌نیاز است، در هیچ چیزی به هیچ کسی نیاز ندارد، همه در هر چیزی به او نیازمند.
لم یلد ولم یولد، نه فرزندی دارد نه خود او فرزند کسی است. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ کسی همتای او نیست، هم شأن او نیست، در حد او نیست، مثل او نیست. مدرک متعال، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش، نه در اعمالش، نه در اسماش، هیچ کسی شبیه او نیست. او با تمام مخلوقات خود متفاوت است، فراتر از همه مخلوقات خود است، در هیچ چیزی شبیه مخلوقات خود نیست و مخلوقات در هیچ چیزی مثل الله متعال نیستند. این معنای ایمان به الله است. وحدانیتش کامل، هیچ کسی در هیچ صفتی، در صفات خدایی، در صفات ربوبیت، در صفات الوهیت، در اسما و صفات مثل الله متعال نیست. واحد احد است. هیچ کسی را نباید در عبادت با او شریک کرد. این معنای ایمان به الله است. در آیات مختلف قرآن کریم وقتی صحبت از الله می شود، الله متعال رو باید این گونه ایمان آورد. موضوع دوم، من آمن بالله والیوم الاخر. یوم یعنی روز، آخر پایان. یک آخر داریم، یک آخر داریم. آخر به معنی دیگری می آید، آخر به معنی پایان می آید. روز پایان، ایمان به روز پایان، روز آخر زندگی ما. روز آخر تعبیر درست‌ترش این است، اما در فارسی ما میگیم آخر رو با آخر، چون ما آخر رو در فارسی به معنی آخر استفاده میکنیم. آخر با آخر در فارسی یک معنی داره، اما در عربی این دوتا معنیشون فرق میکنه. آخر به معنی دیگری است، آخر به معنی پایان است. روز آخر، روز آخرت در فارسی بهترش باز این است که میگیم آخرت به معنای روز پایان. ایمان به روز پایان، ایمان به این که آن روزی که آخرین روز زندگی من است، پایان این دنیاست و شروع یک دنیای دیگر. این معنیش اینه. وقتی میگیم یوم الاخر، یک مراحل مختلفی رو در بر میگیره. آخرین روز زندگی من در دنیا که آغاز یک سفر طولانی است، از مرگ، از آنچه بعد از مرگ اتفاق میفته در قبر، از زندگی در قبر و حساب کتاب در قبر و سؤال منکر و نکیر و عالم برزخ، عالم بعد از این دنیا تا قیامت. وقتی که روح از بدن انسان خارج میشه و میره به دنیای دیگر، چه رفتاری با اون میشود تا روزی که دنیا کامل از بین میرود و یک قیامتی برپا میشود تا دوباره زنده شدن از قبر. خود همون حساب کتاب ابتلای در قبر و آزمایشاتی که در قبر برای انسان هست و نعمت برای اهل خیر و عذاب برای اهل شر و همچنین زنده شدن دوباره از قبر در صحرای محشر و حساب کتاب صحرای محشر و میزان و اون حکایتی که در اونجا ذکر شده در صحرای محشر و تفاصیلی که در صحرای محشر در آیات و روایات آمده است. و همچنین بعد از او، البته همزمان با اینها، آنچه در این دنیا در آخر زمان اتفاق می‌افتد و نشانه‌های قیامت، نشانه‌های کبرا، نشانه‌های صغرا، نشانه‌های کوچک، نشانه‌های بزرگ و اتفاقاتی که می‌افتد، سوره‌هایی که در این باره است، از شمس کوورت و اذا السماء انفطرت، این آیاتی که چگونه دنیا از هم میپاشد و این بحث مفصلی است. و بعد از او حساب کتاب و بعد از او گذر از پل صراط و بعد داخل شدن به جنت و تمام نعمت‌هایی که درباره جنت است، یا خدای نکرده داخل شدن به دوزخ، البته برای کافران و مشرکان، و آنچه که در دوزخ است. همه اینها میشود یوم الاخر. وقتی که میگیم ایمان به یوم الاخر، تمام این مراحل رو در بر میگیره. یعنی هر آن چیزی که از آخرین روز زندگی من در دنیا و پایان زندگی در این دنیا شروع می شود به بعد و میلیاردها سال پیش رویی که من انسان دارم و پایان زندگی این دنیا و فرو ریخته شدن این دنیا، از بین رفتن این دنیا و دنیای ایجاد یک دنیای جدید و حساب کتاب، همه اینها در یوم الاخر داخل است که یک بحث مفصل است. یعنی خود اینها درباره این موضوع ایمان به یوم الاخر کتاب‌ها نوشته شده که تمام آنچه که فهرستوار من ذکر کردم، هر کدوم از اینها به تفصیل باز درباره اون صحبت می شود. همه این مفاهیم رو یوم الاخر در بر میگیره. همه این ایستگاه‌ها رو یکی یکی از قبل حساب کنید تا برپای قیامت، تا صحرای محشر، تا پل صراط، تا قنطره، تا بهشت، تا دوزخ، همه اینها رو در بر میگیره و این طرفش هم در این دنیا، پایان دنیا، از علائم صغرا و علائم کبرا، آنچه که در روایات مختلف درباره آمدن نشانه قیامت است و برپای قیامت. این موضوع یوم الاخر است. من آمن بالله والیوم الاخر، ابتدا و انتها رو الله متعال ابتدا ذکر کرد. ایمان به الله اول راه است. ایمان به یوم الاخر به عنوان پایان. یک نکته را هم اشاره بکنیم. وقتی قرآن کریم نازل شد بر مشرکین مکه منکر روز قیامت بودن. روز قیامت رو قبول نداشتن. میگفتن اذا متنا و كنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون. وقتی که ما بمیریم، خاک بشیم، خاکستر بشیم، آیا دوباره زنده خواهیم شد؟
مشرکین مکه منکر روز قیامت بودن، با وجود این کلمه متعال رو قبول داشتن. خب این دو تا چطور با هم جمع میشه؟ کسی که قیامت رو قبول نداره چطور کلمه متعال رو قبول داشتن و قیامت رو قبول نداشتن؟ کلمه متعال رو قبول داشتن به عنوان خالق، مالک، مدیر و مدبر عالم در همین دنیا. میگفتن هر چی از همین دنیاست، خدا آخرتی برای ما ندارد، هر چی از همین دنیاست. و چون همین دنیا هست، خب بالاخره اختیار عالم دست الله متعال است. ما با الله متعال رابطه خودمون رو با توجه به تصور غلطی که در شرک و اینها داشتن ارتباط داشته باشیم تا دنیای ما خوب بشه. اونا فقط دنیا رو می‌خواستن و آخرت رو قبول نداشتن. الله متعال میفهمد الله رو قبول داشته باشید، آخرت رو قبول داشته باشید. من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه. موضوع سوم، ملائکه. ایمان به ملائکه که آغاز باب وحی است. یعنی قرآن کریم چطور به ما رسیده است، کتاب‌های آسمانی چطور به ما رسیده است، ملائکه از آسمان آوردن. ملائکه، موضوع ملائکه موجوداتی هستند که الله متعال اونها رو خلق کرده. در آیات قرآن کریم و در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تصویر جامعی از این موجوداتی که در عالم وجود دارند برای ما ذکر شده است. این موجوداتی هستند که اولا از نور خلق شدند. در روایت رسول الله علیه و سلم فرمود که ملائکه از نور خلق شدند و جنها از آتش خلق شدن و انسان از آن چیزی که در قرآن برای شما ذکر شده که خاک است و گل هست و سفالکی که بعد از اوست. یعنی خلاصه است از خاک خلق شدیم ما انسان ها. ملائکه در صفات خلقی خود، یعنی در خلق خود از نور خلق شدن و ملائکه موجوداتی هستند که بسیار زیبا هستند. الله متعال در جبرئیل علیه السلام میفرماید ذو مرة فاستوى، بسیار زیبا هست. ملائکه زیبا هستند و ملائکه بسیار قدرتمند هستند. ملائکه بال دارند. الله متعال در ابتدای سوره مبارکه فاطر میفرماید الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. حمد و سپاس کسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده است و اون کسی که ملائکه را بال داده است، 2 بال، 3 بال، بیشتر از اون هم. یعنی حداقلش 2 بال و بیشتر از او دارن، بال دارن و پرواز میکنن. درباره سیدنا جبرئیل علیه السلام آمده است که رسول الله علیه السلام فرمود 600 بال دارد و ملائکه بال دارند، سرعت بسیار عظیمی در حرکت دارند و می توانند، مثلا جبرئیل علیه السلام در روایت آمده است که در کوچکترین فرصت بازه زمانی خود را میرساند، یعنی فاصله میلیاردها سال نوری رو طی میکرد و میآمد، یا حداقل میلیون‌ها سال نوری رو طی میکنه و میاد. به این سرعت فوق‌العاده سرعت عظیمی است. ملائکه در خلقت خودشون نه میخورند و نه میآشامند. آیات قرآن دلالت بر این دارد، من جمله داستانی که ملائکه با ابراهیم علیه السلام دارن در سوره مختلف ذکر میشن، من جمله در سوره مبارکه انبیا وقتی وارد شدن بر ابراهیم علیه السلام برای بشارت به فرزندش اسحاق از بانو ساره و همچنین خبر هلاکت قوم لوط رو بهشون بدن، ابراهیم علیه السلام گاوی رو، گوسالی رو ذبح کرد و سرخ کرد، آورد جلوی آنها گذاشت. فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف. و وقتی که دید آنها غذا نمیخورن احساس ترس کرد ابراهیم علیه السلام، چون اون موقع رسم بر این بود که کسی که می آمد برای خانه فردی و غذا نمیخورد 2 حالت بیشتر نداشت. یا برای خواستگاری آمده بود که ابراهیم علیه السلام دختری نداشت که به آنها بدهد، یا برای جنگ آمده بود. میترسیدن، احساس خطر کرد از این بابت ابراهیم علیه السلام که نکنه برای جنگ آمدن، چون به شکل انسانی آمده بودن. بعد اونها خودو معرفی کردن که ما ملائکه الله متعال هستیم و غذا نمیخوریم. ملائکه نمیخورن چیزی و نمیآشامن، نیازی ندارن به خوردن و آشامیدن. ملائکه جنس مذکر و مؤنث ندارن. الله متعال در سوره مبارکه زخرف میفرماید که وجعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و یسألون. اونها ملائکه رو که بندگان الله متعال هستند دخترانی تصور کردند. مشرکین میگفتن ملائکه دختران الله متعال هستند. الله متعال فرمود که دختر نیستن اینها، یعنی جنس مؤنث و مذکر ندارن ملائکه. آیا شما وقتی الله متعال اونها رو خلق میکرد دیدید که اونها مؤنث هستن؟ نه، مؤنث نبودن. ملائکه جنس مذکر مؤنث ندارن چون اصلا ازدواج ندارن، یعنی ازدواج نمیکنن که زاد و ولدی داشته باشن و نیاز به تفاوت جنس داشته باشن. ملائکه نه مذکر هستن نه مؤنث هستن، برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن ملائکه موجوداتی هستن به شکل مؤنث، یعنی در قالب یک زن هستن به شکل زنانه و یا دختری هستن. نه، اینطور نیست. ملائکه نه دختر هستن نه مرد پسر هستن، نه مردن نه زنن، یک جنسن و ملک هستن و اونها
زاد و ولد هم ندارن. این در بحث خلقت اونهاست و می توانند که خود رو به شکل دیگری در بیاورند. یعنی در همین حدیث جبرئیل که در ابتدای برنامه خدمت شما ذکر شد، جبرئیل علیه السلام به شکل انسانی آمد و ملائکه می توانند که تغییر شکل بدهند و ملائکه می توانند که به هر شکلی در بیایند و به شکل انسانی بیایند و روایت مختلفی در این باب هست. علاوه بر این که ملائکه در کارهایی که انجام میدهند کارهای مختلفی رو الله تعالی به اونها امر کرده و اینها بندگان و بردگان الله تعالی هستند که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، معصوم از گناه و خطا و اشتباه هستند، نافرمانی نمی‌کنند دستورات الله تعالی رو. الله تعالی از اونها در هر جایی که امر کرده دستورات الهی رو اجرا می‌کنند بدون اینکه الله تعالی به آنها نیازی داشته باشد. الله تعالی به آنها نیاز نداره و اونها هستند که به الله تعالی نیازمندند. اونها در عبادت الله تعالی مشغول هستند. بسیاری از آنها در رکوع، بسیاری از آنها در سجده، بسیاری از آنها در ذکر و طاعت هستند و گفتند در ابتدای خلقت آدم علیه السلام و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما پیوسته به تسبیح تو مشغول هستیم و همیشه آیات قرآن اشاره به این دارد که به شب و روز تسبیح الله تعالی انجام میدن، خسته نمیشوند، بیمار نمیشوند. اینها صفاتی است که درباره ملائکه آمده. ملائکه کارهای مهمی را الله تعالی به آنها سپرده است و ملائکه در زندگی انسان‌ها نقش بسیار مهمی دارند. از لحظه شکل گیری نطفه در بدن انسان در بدرحم مادر تا به دنیا آمدن انسان تا لحظه‌ای که می‌رود و دو ملک همیشه با انسان هستند کرام الکاتبین که اعمال او را می‌نویسند، 2 تا در روز 2 تا در شب و علاوه بر این که له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. الله تعالی می‌فرماید ملائکه به عنوان معقبات همیشه پیش رو و پشت سر او رو از آن چه که الله تعالی می‌خواهد مسئول نگه دارد محافظت می‌کنند. ملائکه نقشه بسیار پررنگی دارند در زندگی انسان‌ها، از ابتدای خلقت تا پدرمان آدم علیه السلام که بودند و هستند در زندگی ما و بعد از مرگ ما و در قبر حساب کتاب و سوال منکر و نکیر که 2 تا از ملائکه هستند، ملک الموت و ملائکه که جان ما رو میگیرند و بعد از او در جنت حتی ملائکه هستند، حتی در ابتدای ورود به جنت سلام میکنن و با همراه ما انسان ها هستند و کارهای مختلفی رو انجام میدن که تفاصیلش در کتب مختلف ذکر شده است و برخی از اونها رو ما نامهای اونها رو میدانیم. قرآن ذکر کرده جبرائیل علیه السلام، جبرائیل، جبرائیل، جبریل با تعبیرهای مختلف و میکائیل و میکال و اینها تعبیرهای مختلفی است که برای این اسم استفاده می شود. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اسرائیل نامی که معروف شده به نام ملک الموت، هیچ دلیل صریحی در قرآن و حدیث صحیح وجود ندارد که ملک الموت نامش اسرائیل است و روایتی که در این باب است روایت ضعیفی است و قرآن کریم به نام ملک الموت از او یاد کرده است. ما هم بهتر است که به جای اسرائیل بگوییم فرشته مرگ یا ملک الموت. و نام‌های دیگری به مانند مالک به عنوان نگهبان دوزخ ذکر شده و رضوان نگهبان بهشت ذکر شده. منکر و نکیر 2 نفری که ملائکه‌ای که در ابتدای ورود به قبر و بعد از مرگ میآیند و از انسان سوال‌های میپرسند. 3 تا سوال که پروردگار تو کیست و پیامبر تو کیست و دین تو چیست و اینها رو میپرسند و معروف هست این موضوع و نام‌هایی که ما می‌دانیم از ملائکه. تعداد اونها را الله تعالی می‌داند و بسیار بسیار زیاد هستند. میلیاردها ملک الله تعالی دارد که در آسمان ها و زمین مشغول عبادت الله تعالی و انجام دستورات او تعالی هستند و در زندگی انسان مسلمان و حتی کافر نقش دارند و الله تعالی این موجودات رو خلق کرد. اینها وجود دارند. اینها جزئی از ایمان ما است که ملائکه هستند و ایمان ملائکه آنگونه که در آیات فراوان قرآن کریم ذکر شده است. ولی کتاب موضوع دیگری که الله تعالی ذکر می‌فرماید، موضوع 4، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به روز آخرت و ایمان به کتاب‌های آسمانی. کتاب‌های آسمانی ما بر این باور هستیم. قرآن کریم برای ما ذکر می‌فرماید که پیامبرانی آمدند که این پیامبران برخی از اونها کتاب‌هایی داشتند. الله تعالی کتاب‌هایی دارد که کلام الله تعالی هستند، که الله تعالی سخن فرموده است و کلام الله تعالی هستند و این کلام منتقل شده است به ما و به ما رسیده است و برخی از انبیای الهی کتاب‌هایی داشتند که این کتاب‌ها از سوی الله تعالی آمدند. نام برخی از این کتاب‌ها ذکر شده است. تعداد این کتاب‌ها رو ما دقیق نمی‌دانیم. در روایتی رسول الله علیه السلام تعداد پیامبران رو 124,000 نفر دانست. فرمود در روایتی که رسول الله علیه السلام از ایشان پرسیده شد پیامبران الهی چند نفر بودند، فرمود انبیا 124,000 نفر بودند و از بین اینها 313 نفر آنها رسول بودند. نبی و رسول با هم یک تفاوتی دارند. بحث بعدی هم که حالا ذکر می‌شود الله تعالی می‌فرماید در کتابی و نبیین و پیامبران الهی. پیامبران الهی این دو موضوع رو با هم شرح بدیم چون تداخل داره با هم. انبیای الهی
انسان‌هایی بودند معصوم بودند از گناه، انسان بودند که الله متعال اونها رو به رسالت انتخاب کرده است. خود الله متعال اونها رو انتخاب کرده. درجه نبوت درجه است که الله متعال به کسی وهبی میدهد، کسبی نیست، نمیشه کسی کسب بکنه پیامبر بشه. الله متعال الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله بهتر میداند که رسالت خود را کجا قرار دهد. و الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، الله متعال انتخاب میکند از بین ملائکه کسانی را برای رسالت و از بین انسان‌ها. انبیای الهی رو انسان‌هایی بودند، به دنیا آمدند، صفات انسانی داشتند، مثل ما انسان بودند، صفات ملکوتی نداشتند، صفات خدایی نداشتند، با الله متعال در صفات او شریک نبودند، نعوذ بالله. الله متعال اونها رو برگزیده، از خطا و اشتباه معصوم بودند، بهترین اصل و نسب و خاندان رو داشتند و انسان‌های پاکی بودند که در رسالت انجام رسالت انبیای الهی پاک بودند و در رساندن رسالت الله متعال، رسالتی رو که با آنها سپرده است، در انجام این رسالت هیچ کوتاهی نکردند و معصوم از گناه بودند. در انجام رسالت از هر گونه خطا و اشتباهی پاک بودند و برخی از اونها را الله متعال، برخی از انبیا رو که به درجه رسالت رسیدن و رسول شدن کتاب داده است. همه انبیا کتاب نداشتن. ما یک نبی داریم، یک رسول در آیات قرآن کریم و این دو با هم متفاوت است. هر رسولی نبی است اما هر نبی رسول نیست. یعنی رسالت بالاتر از نبوت است. هر نبی رسول نیست. رسول و نبی یک تفاوتی که با هم دارن در آیات قرآن مشاهده میشه و از برداشت میشه از مجموع آیات. رسول صاحب یک رسالت بوده است، صاحب یک شریعت جدید، یعنی احکام، به تعبیر امروزی احکام فقهی جدید، اصول اعتقاد، اصول عبادات، اصول اخلاق در کل رسالت انبیاء الهی ثابت بوده است، اما در جزئیات و فروعات تفاوت‌های وجود داشت. این تفاوت‌ها رو ما میگیم که شریعت، به اصطلاح امروزی مسائل فقهی. و این موارد انبیایی که صاحب یک رسالت بودند کتابی هم داشتند. در سوره مبارکه حدید آیه 25 الله متعال میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، من الله با عظمت رسولان خود رو با معجزات الهی فرستادم و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، و با هر رسولی کتابی فرستادم و میزان سنجشی تا با عدالت رفتار بکنن بین مردم. در این آیه، یعنی آیه 25 سوره مبارکه حدید، الله متعال اشاره به این موضوع دارد که هر رسولی کتابی داشته است. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب، با هر رسولی کتابی فرستاده شده است. و طبق آن حدیثی که رسول علیه الصلاه و السلام فرمود، انبیای الهی 124,000 نفر بوده تعداد آنها و از بین آنها 313 نفر رسول بودند. می شود این برداشت رو کرد که ما 313 تا کتاب آسمانی داشتیم. اما آنچه که امروزه ما از کتاب‌های آسمانی می‌دانیم تعداد آنها، نام‌های آنها و در قرآن ذکر شده است برای ما بسیار اندک است. ما فقط درباره تورات می‌دانیم. قبل از تورات درباره صحف ابراهیم چیزی به نام صحف ابراهیم که الله متعال می‌فرماید، و درباره تورات که به موسی علیه السلام نازل شده و با تعبیرهای دیگری هم در قرآن آمده است. تورات یعنی الواح آمده است و کتبنا له فی الالواح، الله متعال می‌فرماید الواح، تورات، الواح و صحف موسی، صحف ابراهیم و موسی. این سه تا تعبیر رو مفسرین گفتن که هر سه تا دلالت بر تورات دارد. صحف صفحه هایی که نوشته شده، الواح اون کتیبه هایی بود که تورات برای اون نوشته شده بود و هر سه معنی یک معنی میده که همون تورات است. یعنی پس ما صحف ابراهیم رو داریم و تورات رو داریم با تعبیرهای مختلفی که برای تورات استفاده شده و انجیل رو داریم که برای عیسی علیه السلام نازل شده است و زبور داوود و اتینا داوود زبورا، الله متعال می‌فرماید به داوود زبور داده شد، کتاب زبور. ما این کتاب‌ها رو، نام‌های اونها رو می‌دانیم، اما آنچه رو که نمی‌دانیم، خب طبیعتاً بسیاری از انبیای الهی رو هم از 124,000 نبی که آمده و از 313 رسولی که در بین آنها بوده است، قرآن کریم برای ما فقط 25 نفر رو ذکر می‌کنه. الله متعال می‌فرماید و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. پیامبرانی هستن که اصلا ذکر اونها رو ما نمی‌دانیم. بسیار از پیامبران الهی هستن که ما اصلا از اونها هیچ خبری نداریم. 25 نفر کجا و 124,000 نفر کجا؟ به همین خاطر بر اساس این حدیث رسول الله علیه السلام که 313 نفر رسول بودند و آیه 25 سوره مبارکه حدیث که می‌فرماید که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب، الله متعال می‌فرماید من رسولان خود را با معجزات فرستادم و با آنها کتاب دادم. می شود برداشت کرد که ما 313 تا کتاب آسمانی داشتیم به صورت عموم و آنچه را که ما فعلا میشناسیم این کتاب ها هستند که تورات و انجیل تعریف شدن و حتی زبور داوود و قرآن کریم هم که کتابی که
پیش روی ماست. پس کتاب‌های آسمانی که ما فعلا می‌دانیم صحف ابراهیم است و تورات است و انجیل هست و زبور هست و قرآن کریم و ایمان به همه اینها واجب است. ما در انبیای الهی ایمان به انبیای الهی، اگر کسی یکی از پیامبرانی که در قرآن ذکر شده که پیامبر بوده است پیامبری او را انکار بکنه کافر است. اگر کسی بگوید رسول الله علیه السلام قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، اما تورات رو به عنوان کتاب آسمانی قبول ندارم، اصل تورات رو، و موسی علیه السلام رو به عنوان پیامبر علیه قبول ندارم، ما میگیم کافر است. فرق نمیکنه که کدوم پیامبر رو انکار بکنه. لا نفرق بین احد من رسله، ما بین هیچ کدوم از پیامبران الهی تفاوتی قائل نیستیم که اینو پیامبر بدانیم او رو نداریم. نه، همه رو ما پیامبر میدانیم، همه نور چشم ما بودن، خاک پایان ها سرمه چشمان ماست و هر کسی یکی از پیامبران الهی یکی از کتاب‌های آسمانی رو قبول نکنه کافر است. الله متعال به صراحت برای ما میفهمد هر کسی که یکی از اینها رو قبول نکنه کافر است. مثلا درباره نوح علیه السلام میفهمد کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح پیامبران رو انکار کردند در حالی که یک نفر انکار کرد. چون انکار یک نفر انکار همه آنها حساب می شود. هر کسی که یک پیامبری رو انکار بکنه کافر است. کسی بگه که عیسی علیه السلام پیامبر نبوده است کافر است. کسی بگه محمد مصطفی علیه السلام پیامبر نبوده است کافر است. کسی بگه که قرآن کتاب آسمانی نیست کافر است. همونطور که کسی بگه انجیل کتاب آسمانی نبوده است کافر است. این که حالا ما میگیم آنچه که از انجیل و تورات آمده تحریف شده، اصل تورات و انجیل کتاب آسمانی بوده است، اما آنچه که امروز به نام تورات انجیل وجود دارد بخشی از آن هنوز همون کتاب آسمانی است، اما بخشی از آن تحریف شده و دلایل این رو مفصل در آیات دیگر صحبت کردیم. الان متن اینجا برای ما در ابتدای این آیه بر صحبت از بحث اصول ایمان کرد. 6 رکن دارد ایمان که 5 رکنش در اینجا ذکر شد: ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران الهی و ایمان به روز آخرت. این قدم اول است. اول باید اعتقاد درست شود. اعتقاد باید درست شود. هر عبادتی که اعتقادی درست پشت آن نباشد قبول نیست. و اعتقادی که عبادتی نداشته باشد باز هم فایده‌ای ندارد. چون ابلیس هم این موارد رو قبول داشت اما عبادت نکرد. در ادامه آیه علامتان اصول عبادت رو برای ما ذکر می‌کنه و اصول اخلاق رو. و این نکته بسیار مهم است که دین مجموعه از اعتقادات و عبادات است. اعتقاد صرف تنها بدون عمل هیچ سودی به انسان نمیرساند. چون همه این مواردی که تا اینجا ذکر شد، ایمان به الله، ایمان به یوم الاخر، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به نبیین، همه اینها رو، ایمان به ملائکه، اینها رو ابلیس هم قبول دارد. علی متعال رو قبول دارد، اون خالق آسمان ها زمین، مدیر مدبر آسمان ها زمین. ملائکه رو که اصلا با اونها بوده است، همدم بوده با اونها. کتاب‌های آسمانی رو قبول داره که دیده که جبرئیل علیه السلام اینها رو میآورد. و همچنین در مورد پیامبران الهی مطمئن بوده که این پیامبر الهی است و روز قیامت رو هم میداند، چون گفت انذرنی الی یوم یبعثون. مرد متعال فرمود، علی متعال میفرماید که ابلیس گفت که من تا روز قیامت به من مهلت بده و حتی قسم خورد به عزت در متعال و گفت تو منو خلق کردی از آتش و آدم را از خاک و من از او بهتر هستم. این ایمان وقتی به انسان کمک میکنه که در میدان عمل بیاید. ایمان تنها اعتقاد نیست. ایمان اعتقاد است و اعتراف زبانی است و عمل با ارکان است. وگرنه ابلیس هم در این موارد فقط اعتقاد قلبی رو ابلیس هم دارد، بلکه در عمل حاضر نشد که این رو انجام بدهد. ادامه آیه بر، آیه بسیار مهم و عظیم باقی مانده است که به همراه شما عزیزان در جلسات بعد با آن میپردازیم. موضوع اصول ایمان رو اینجا یک اشاره به شد و میماند اصول اخلاق و اصول عبادات که در آیات دیگر با آن اشاره میشود که مختصراً درباره اصول ایمان صحبت کردیم. بازم تاکید میکنم عزیزانی که بیشتر دوست دارن در این باره، در هر کدوم از این ارکان ایمان کتاب‌ها نوشته شده است. میتوانید که به زبان فارسی هم هست در سایت‌های مختلف جستجو بکنید و آشنا بشید. ایمان به الله، ایمان به ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی و روز آخرت و قضا و قدر، مجموعه کتاب‌های مختلفی هست که حتما اینها رو مطالعه بکنیم تا آشنا بشیم و بحث اعتقادی خودمون رو کامل یاد بگیریم. تا دیدار دیگر و ادامه آیه با شما سروران، شما عزیزان رو به علامتان میسپارم. الله یارم نگهدارتون. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.